سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای کرمانشاه رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. آبگوشت باقی، موادش: گوشت گوسفندی، میوه‌های تابستانه مانند آلو، آلبالو، زردآلو، هلو، گیلاس، سیب و غیره، پیاز، سیب زمینی، نخود، لوبیا سفید، ادویه‌های مختلف مانند نمک، زردچوبه، فلفل، دارچین، زنجبیل، برگبو و نعنا. دنده کباب، موادش: دنده گوسفند، رپه گوجه فرنگی، آبلیمو، نمک، فلفل سیاه، زعفران، روغن کرمانشاهی، روغن مایع، پیاز و نارنج. دستپیچ، موادش: آرد، شیر، تخم مرغ، زعفران و نمکه. مواد خمیرش: آرد، شیر، تخم مرغ، زعفران و نمکه. مواد داخل دستپیچ: پیاز، گوشت چرخ کرده، سویا، هویج، جعفری، روغن، نمک، زردچوبه، فلفل، پودر سیر، آویشکن و رب گوجه فرنگیه. آش سورانه با گیاهی این نام شناخته میشه. بیشتر در بهار و تابستان درست میشه یا در فصل بهار در کوپه های زاگرس پیدا میشه. این گیاه شبیه به تله و برگ سیره. آش دوغ، موادش: نخود، سبزی آش، سیر داغ، پیاز داغ، نمک، فلفل سیاه، دوغ، برنج و نعنا داغه. گوشت خلال، موادش: خورشتی، خلال بادام، زرشک سیاه، رب گوجه فرنگی، گلاب، زعفران، لیمو عمانی، پیاز، دارچین، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و روغنه. آش بلغور، بلغور گندم، گوشت، آب گوشت، نخود، سبزی آش، پیاز داغ، سیر داغ، نعنا داغ، روغن مایع، تخم گیشنیز، نمک، فلفل، زردچوبه، تخم گیشنیز و کشک غلیظه. آش عباس علیه، موادش: گندم بدون پوست، نخود، عدس، گوشت گردن گوسفندی، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، پیاز، برنج، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و فلفل قرمز. شلمین، موادش: مواد اصلیش از برگ شلغم، بلغور گندمه. آن رو با آب انگور یا آب انار ترکیب کرده و طعمی ترش میده. به واسطه مواد اولیه آن مثل انواع حبوبات، گوشت و قیسی خاصیت زیادی داره. مواد دیگر: شلم، نخود، عدس، مغز گردو، گوشت، پیاز، برگ زردآلو، روغن، کشمش و نمکه. سیب پلو با سیب زمینی، موادش: برنج، سیب زمینی، پیاز داغ، گوشت قلقلی یا چرخ کرده، روغن حیوانی و ادویه‌های دلخواه. خوراک کدو حلوایی، موادش: کدو حلوایی، پیاز، عدس، آب نارنج، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک، زردچوبه و فلفل سیاه. خورشت کنگر غلیظ، موادش: گوشت، کنگر، جعفری و ادویه‌های دلخواه. پلو کباب با گوشت چرخ کرده و کشمیش، موادش: گوشت چرخ کرده، نخود یا لپه پخته شده، پیاز، روغن محلی کرمانشاه، کشمیش، گردو، پلوی آلو، آبگوره، نمک، زردچوبه، فلفل، زعفران و آب. آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته. آش کشک و بادمجان، این آش با سبزیجات و حبوبات و گوشت تهیه میشه. موادش: نخود، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، برنج، گوشت خورشتی، کشک، بادمجان، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، روغن، اتاریک، نعنا داغ، پیاز داغ و سیر داغ برای تزیینه. بدون شک پلو، موادش: گوشت چرخ کرده، برنج، پیاز، رب گوجه فرنگی، روغن حیوانی یا روغن زیتون، زعفران، نمک، زردچوبه و فلفله. کوفته نخود، موادش: گوشت چرخ کرده، نخود خام، برنج نیم دونه یا تمام دانه، آرد نخودچی، سبزیجات خشک مانند ترخون شوید، پیاز، نمک، فلفل سیاه، ادویه کاری و رب گوجه فرنگیه. دوستان مرسی که همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.